یکی از راه‌های به تنظیم درآوردن نرخ در بازارهای مملکت این تشکیل یارمارک فروش محصولات کشاورزی میباشد. در این سمت با دستگیری حکومت مملکت در نزد بازار و مرکزهای سودای شهر و ناحیه‌های جمهوری پیوسته فروش محصولات کشاورزی تشکیل کرده می شود که رهبریت شهر دوشنبه هم به این مسئله توجه زیاد ظاهر می نماید. مهمیت تشکیل نمایش فروش محصولات در همین است که دهقانان مملکت محصولات کشاورزی خود را به فروش میبرند و ساکنان محصولات کشاورزی از جهت اکولوژی تازه وطنی را با نرخ‌های نسبتاً ارزان دسترس می‌نمایند. در اینجا مردم با نرخ‌های دسترس خیلی ارزان و صفت بلند گوشت و محصولات باری اساسی را میگیرند، مثلا آرد، شکر، دیگر چیزها خیلی ارزان است نسبت به نرخ بازار. صفت گوشتشون بلند. تاجیکستان از جهت سبزیجات و میوه ها خیلی باید نسبت به بازارها دیگر در اینجا خیلی محصولات ارزان است و صفتش هم بلند است. با نظرداشت روزافزون اهالی به محصولات نیاز اول، اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اتفاق تاجیک مطلوبات فروش محصولات خوراکی نیاز اول را در نقطه‌های سودای شهر دوشنبه با نرخ‌های ارزان نسبت به بازار تشکیل نموده است. همه روزه برای قانع کردن طلبات اهالی از جانب ساختارهای مربوطه 6-7 تن گوشت به بازارهای مهرگان، قریه بالا، سخاوت و بازار دهقان برآورده شده پیشنهاد ساکنان کرده می شود. نرخ دسترس گوشت 40 سومون گوشت بهترین میبرم. هر روز اومده گوشت میبرم. در این برابر محصولات دیگر نیاز اول از جمله آرد، روغن، شکر، مکرون، مجموعاً 10 نمود محصولات خوراکی با نرخ‌های دسترس پیشنهاد می‌گردد. در ادامه این تدبیر برای دسترسی سریع اهالی با محصولات نیاز اول از جانب اتفاق تاجیک مطلوبات 12 نقطه فروش محصولات کشاورزی تشکیل گردیده است. در یارمارک فروش محصولات خوراکی نیاز اول خواجگیداران شهر و ناحیه‌های مملکت محصولات تر و تازه کشاورزی را فراوان در بازارها دسترس نموده با نرخ‌های ارزان پیشنهاد اهالی می‌گردانند. طول یک ماه می‌شود که ما کشاورزان شهر و ولایت‌های ختلان در شهر دوشنبه یارمارک فروش محصولات خواجگی قشلاق را با شهروندان شهر دوشنبه محصولات تر و تازه، سبزیجات، گوشت و دیگر از آن همه محصولات خواجگی قشلاق را نسبتاً با نرخ ارزان پیشنهاد نمودیم. فراوانی محصولات در بازارها و تنظیم نرخ آنها معنای آن را ندارد که ما در روزهای عید دسترخوان پردبدبه آراییم و به اسرافکاری زیاد راه دهیم. دانستن مهم است که انجام همه اسرافکاری فقر است. در روز عید بهترش خانه معنوی آراستم امکانیت خود را تا حد نهایی برای دسترسی عائله‌های احتیاجمند روانه سازیم که هم عمل نیک و هم کار خیر و ثواب است. زایش‌های تقویمرات بهادری استم. اخبار